سرخط خبرهای مهم: کمک پولی و تقدیم خانه به مرزبان کشته شده در ختلان. 18 سال حبس زنی در خراسان برای کشتار دختر 3 سالش. بازداشت کشتی نفتکش روسیه در اقیانوس اتلانتیکا. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 ینور است. به اسمت الله قربانوف، افسر دیگری نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی که چند پیش در مرز کشته شد، خانه و کمک پولی تقدیم کردند. مقامات ولایت ختلان میگویند رئیس این ولایت دولتعلی سعید به عیادت خانواده اسمت الله قربانوف در جماعتی دهاتی 5 رودی ناحیه میر سعید علی حمدانی رفته از نام رئیس جمهوری تاجیکستان به آنها کمک پولی و در مرکز شهر باختر خانه 2 حجره دار تقدیم کردند. اسمت الله قربانوف و زیرهبان نوروزبیکوف، دو افسر نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی، روز 24 دکبر در پی حمله افراد مسلح از قلمرو افغانستان در نزدیکی موضع قووق در ناحیه شمس‌دین شاهین کشته شدند. مقامات تاجیک حمله‌وران را گروه تروریستی نام بردند. قبلا مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر دادند که به خانواده زیرهبان نوروزبیکوف در شهر خاروغ خانه 2 حجرگی دادند. بر پایه اطلاع منبع‌های رادیو آزادی، زیرهبان نوروزبیکوف 33 ساله با ضرب 6 تیر به هلاکت رسیده است. اسمت الله قربانوف 28 ساله در این حادثه به چقوری 200 متری یکی از غارهای منطقه افتاده است. یک روز بعد جسد او را بیرون آورده و در زادگاهش ناحیه حمدانی ولایت ختلان به خاک سپردند. این افسران در قسم مرزبانی سرچشمه ادای خدمت می‌کردند. ساکن ناحیه خراسان ستاره بابایeva را برای کشتار دختر 3 سالش به 18 سال زندان محکوم کردند. او در صادر نمودن کشتار با بیرحمی مخصوص ایبدار دانسته شده است. حکم دادگاه ولایت ختلان هنوز ماه نوامبر سال 2025 صادر شده بود، اما معلومات در این باره تنها حال رسانه‌ای گردید. ورقه زینالدین یاردمچی کلون پروکورور ولایت ختلان به آزیا پلوس گفته است سبب صادر شدن جنایت عصبانیت مادر از رفتار کودکانه دخترش بوده است. به اطلاع منبع، صبح 13 سپتامبر سال 2025 ستاره بابایeva به تازه‌کنی عاقل مشغول بوده است. دخترش مولود نزد او آمده شیرینی طلب می‌کند. به وعده مادرش که بعد کار به او شیرینی می‌دهد، کودک پافشاری کرده گریه می‌کند. زن اقرار شده است که خود را اداره کردن نتوانسته کودک را لط و کوب و بعداً با پوشانیدن سلفان به سرش او را بوغی کرده است. بعداً بابایeva جسد دخترش را پنهان نموده از بیدرک شدن دخترچه‌اش اعلام می‌کند. به اطلاع منبع، بابایeva شبانه جسد دخترش را به کانال آبیاری ده پرتافته است. جسد کودک 17 سپتامبر در حدود دهه بندر واقع در همین ناحیه دریافت گردیده است. تشخیص سودی طبی علامت‌های مرگ زورآوری را معین نمودند. به گفته ورقه زینالدین، در جریان محاکمه سودی گناهکاری ستاره بابایeva پورا اثبات گردید. به جز مرگ این کودک 3 ساله، حداقل در 4 حادثه دیگر که سال گذشته رسانه‌ای گشت، پدر و مادران فرزندان خود را به آب پرتافته یا با کار زخمی کردند. یکی از این والدان در ولایت ختلان به 28 سال زندان محکوم شده بود. نیروهای ایالات متحده آمریکا در قسم شمالی اقیانوس اتلانتیکا کشتی نفتکش بیلا 1 را که چند پیش در روسیه با نام مارینر از نو به قید گرفته شده بود بازداشت کردند. درباره بازداشت این کشتی فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده تاکید نمودند که کشتی قصد داشت نظام تحریم ها را نسبت به ونزوئلا نقض نماید. در خبر گفته شده است کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافعه با فرمان رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بازداشت شده است. پیت هگست، راهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به خبر بازداشت کشتی نوشته است نفت ونزوئلا که تحت تحریم قرار دارد در تمام جهان همانو عمل می‌کند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی ضبط شده 24 دکبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه اجازت موقتی گرفت. در اظهارات این نهاد تاکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد آید به حقوق بحری سال 1982 هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی‌هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند زورآوری استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی
بازداشت شده قرار داشتند. مناسبت انسان دوستی و شایسته به راه مانده حقوق و منفعت‌های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نشر روزنامه The New York Times باز 3 کشتی که در نزدیکی ساحل‌های ونزوئلا قرار دارند چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند و درباره آنکه ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه تا حال اطلاعی نشر نشده است. هر دو پالاتای پارلمانی تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که بر اساس آن حجم جریمه‌ها برای نپرداختن انداز و سرکشی از اندازسپاری 1 برابر بالا می رود. تاکنون برای چنین عمل جریمه در حجم 8-10 نشان دهنده یعنی 624 تا 780 سومانی بود. اکنون این جریمه برای ساکنان و شرکت‌ها تا به 1560 سومانی زیاد می شود. علیشیر ظریفی و براد یوسفی موضوع را ادامه می دهند. هر دو پالاتای پارلمانی تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که بر اساس آن حجم جریمه‌ها برای نپرداختن انداز و سرکشی از اندازسپاری 1 برابر بالا می رود. تاکنون برای چنین عمل جریمه در حجم 8-10 نشان دهنده یعنی از 624 تا 780 سومانی بود. اکنون این جریمه برای ساکنان و شرکت‌ها تا به 1560 سومانی زیاد می شود. مقامات هنوز موضوع را شرح ندادند ولی ساکنان با یک باره بالا رفتن جریمه‌ها نظری گوناگون دارند. صاحبکارا وقتی که جریمه کردن مثلا وقتی جریمه میسپارند مثلا وقتی که کارخانه مالش که اگر کم شد مثلا پیشروی کارخانه کم می شود. وقتی جریمه که نباشه مثلا سری وقت بسپارن جریمه نشود مثلا وقتی جریمه نباشه یگان مشکلی نمی شود. این یگان مشکلی نداره. وقتی که شهروند جمهوری تاجیکستان هستی باید به گفته قانون رفتار کنی. خیلی که با دولت باید اندازه بسپاری. اول معاش زیاد کنم با اندازه آخر یک دیگر وابسته است. یک قومت کار میشه برای اشتراف налоги اگر برداشته باشد بیزنسمنو هم خیلی پرابلم میشه مقصد برای چیزو نه مقصد اگر یک چیز میبردارین کو ما همین خیلی میفهمم یک چیز برداشتیم باید اولی کم بردارین. رادیوی آزادی برای شرح موضوع با کمیته انداز جمهوری تاجیکستان نامه رسمی فرستاد ولی تا لحظه تهیه گزارش پاسخی به آن داده نشده است. عبدالله اشوروف کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که افزایش جریمه‌ها برای نپرداختن انداز پهلوهای مثبت و منفی دارد. ابتدا این اقدام میتواند شماره افراد و شرکت‌هایی را که از پرداخت انداز می‌گریزند کم کرده به افزایش درآمد بودجه کمک کند. اما از تجربه کشورهای دیگر ما میتوانیم ببینیم که این گاه نتیجه برعکس می‌دهد. نخست اینکه ریسک سر زدن حادثه‌های کروسیونی رو بیشتر می‌کنند و دوم البته وقتی که اندازها گران است سرباری آن گران است در بالای صاحبکاران شرکت‌ها آنها باز هم تلاش میکنند با هر راه و واسطه منبع درآمد خود را پنهان کنند و از انداز سرپیچی کنند. ولی بنابراین بسیاری از کشورها برای راه دیگر پیش میروند، یعنی آنها هرچی حد الامکان میزان انداز را پایین‌تر میبرند تا آدمان صاحبکاران شرکت‌ها از اقتصاد پنهانی را از بین میبرند. شرکت‌ها یعنی پر قانونی شفاف کار میکنند و انداز خود را میدهند و کار خود را ادامه میدهند. افزایش جریمه برای سرکشی از پرداخت انداز یا در وقتش نپرداختن آن در حالی است که شکایت‌ها از بی‌اساس جریمه شدن هم بارها صدا داده است. شروع از اول سال 2026 اندازه نشان دهنده برای حساب‌ها که برای معین کردن حجم جریمه استفاده می‌شوند از 75 به 78 سومانی زیاد کرده شد. مقامات این کار را برای پیشگیری از قانون شکنی‌ها مهم می‌دانند، اما ساکنان می‌گویند جریمه‌ها باید به نظرداشت وضع مالی مردم معین کرده شوند. مقامات تاجیکستان در سال گذشته به حد جریمه ستانیدند که از نقشه پیش بینی شده قریب 50% زیادتر بوده است. با اطلاع وزارت مالیه در 9 ماه سال 2025 از حساب جریمه و قانون شکنی‌های دیگر به بودجه 415 میلیون سومانی وارد شده است که از نقشه 134 میلیون سومانی زیاد است. حدود 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب انداز و پرداخت‌های گمرکی پیش بینی شده است و رو به افزایش دارد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 8 ژانویه خبر می‌دهد. 8 январи соли 1978 дар Эрон инқилоби исломӣ шурӯъ шуд. Он рӯз сокинони шаҳри рӯҳонинишини Қум ба нишони эътироз аз ҳукумати Шоҳризо Шоҳи Паҳлавӣ ба хиёбонҳо рехтанд ва ҳукумат онҳоро бо шеваи шадид саркӯб кард. Ин сабаби хашми қишрҳои гуногуни сиёсию иҷтимоӣ дар саросари Эрон шуд. соли 1979 шоҳ кишварро тарк карду қудрат ба дасти Оятуллоҳ Хумайнӣ ва нирӯҳои исломӣ гузашт. инқилоби исломӣ дар Эрони ғанӣ аз нафт ки самтгириҳои сиёсии кишварро дигар кард, як чархиши таъсиргузори сиёсӣ дар қарни 20-уми ҷаҳон дониста мешавад. 8 январи соли 2006 дар парваришгоҳи кӯдакони имконияташон маҳдуд бо номи Чорбоғ дар Душанбе дар пайи сӯхтори мудҳише 13 кӯдак ҷон дод. Сабаби сӯхторро расиши ноқилҳо гуфтанд. Дар пайи таҳқиқи ин ҳодиса чандин масъули интернат ба ҳабс гирифта шуд. бо вуҷуди хайрияҳои зиёд, таъмини молии муассисаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон бо мушкил рӯбарӯ аст. 8 январи соли 1915 ҳунарпешаи тоҷик Асли Бурҳонов таваллуд шудааст ки 82 сол умр дид ва дар театру кинои тоҷик чун бозигари нақши Владимир Ленин, муассиси давлати шӯравӣ шинохта шуд. Асли Бурҳонов аз соли 1933 то охири умраш дар соли 1997 дар театри драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият кардааст. дар синамои тоҷик бо нақшҳояш дар филмҳои Ман бо духтаре вохӯрдам, Писар бояд занг гирад, Дог хунда ва дигарҳо дар хотири тамошобинон боқӣ мемонад. بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی برابر است به 115 سومانی، 100 یورو به 1087 سومانی و 100 دلار 930 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، این قرب مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت. خدا نگهدار.